5, 4, 3, 2, 1. دخترم تاج سرم ای امید و باورم تو مسیر زندگیم تنها تویی هم سفرم دست تو آرامش قلب من عزیز من تو مسیر سختی و تویی هم مسیر من تو
فرشته زمینی، تو برام بهترینی، تو یه نعمت الهی، یه قطره از خدایی. وقتی اشکات میریزه من میخوام که بمیرم، آخه مگه میتونم چشاتو گریون ببینم. زندگی رو با تو ببینم، دست تو آرام بشه قلب من عزیز من، تو مسیر سختی و تویی هم مسیر من. مغز دو موید جانی بابا، قند و عسلی بابا، شعر و غزلی بابا، بدانه و کوگی مست زیبی بغلی بابا. گوش کن جانی بیبی، یک دو سخن دارم با تو، نیکی و خوش روزگاری من طلبگارم با تو. در فراز زندگانی پای خود آهسته بگذار، کرده و ناکردت را جانی من آهسته بشمار. آرزومندم و دنیا دایما فرخنده باشی، غربت و غم را نبینی، با لبی پرخنده باشی. ای تمنای دلی من زیب این کاشانه تو، بی تو دل تنگم عزیزم، نور بخشی خانه تو. گوش کن جانی بیبی، گوش کن جانی بیبی. که دریا روان است مثل این عمر شتابا، زندگی را زندگی کن، خاطر کس را مرنجان. به دوام هستی من داغ و دردت را نبینم، پیش تو هستم و یا نه، خوش بمون جانی شیرینم. ای انیس و مهربانم، زندگانی گرم و سرد است، عرصه ننگ است و نام است، زندگی این خود نبرد است. گوش کن جانی بیبی.
آره خوانندگان عزیز، امروز در تمام سراسر کشور عزیز ما عید دانش در مکتب‌ها گذرانیده می شود. پیش از همه من همه شما را با سرشاری عید دانش تبریک نموده و شمایان تمام خوشبختی ها را آرزو نمودم. تشکر بر تو بادا استادم، من از غمخوریت بسیار شادم. تو را یک عمر خواهم کرد تعظیم که بر من داده ای از سیخ تعلیم. غمخواری و دانش آموزی نسل نورس در محور سیاست خردمندانه رئیس مملکت جناب عالی امامعلی رحمت قرار داده و معارف در کشور محبوب با سابقه افزایش‌یابی اعلام کرده. دانش سپر انسان راهنمای و دستگیر و توانای درمانی توسط دانش‌آموزی هر یک فرد فتح گناه‌های مراد می‌کند و بعد پیشرفت آبادی جامعه حصه‌گذار می‌شود. هر سال روز 1 سپتامبر در تمام مکتب‌ها سال تحصیل نو آغاز می‌یابد که آن در سراسر مملکت ما چون روز دانش با تنتنه تجلیل می‌یابد. 1 سپتامبر روز دانش را به تمام خوانندگان جمهوری‌مان تبریک گفته برایشان خوشی‌های حیات را آرزو داریم. مستران سپر مادران عزیز گرامی، شما در امروز به این درگاه این معرفت پیش از همه قدم‌های فرزندان شما رو به این درگاه قدم‌های شما رو مربای می‌گوییم. در مؤسسه ما 865 نفر خوانندگان از جمله 448 نفر دختران تحصیل می‌کنند. سال جاری 55 نفر صنف 11 رو ختم نمودند. از همه آنها به مؤسسه‌های عالی کسبی از آن جمله 35 نفر داخل شدند. 12 نفرشان به طرف رایگان و باقی مانده به طرف شرطنامه‌ای داخل شدند. اینچنین همین خیلی یک خوشبختی است که خواننده‌های صنف‌های 9 و کالج ها رفته داخل شدند. اینچنین خوانندگان ما در آزمون‌های جمهوری اشتراک کرده جایهای نمایان را اشغال نمودند. از فن‌های تاریخ، گئوگرافیا، بیولوژی رفته جایهای نمایان را سزاوار گشتند. به طرف قوه پرزیدنتی 2 نفر داخل شدند. 1 نفر به دانشگاه زبان‌ها به نام صادق نوزاده، 1 نفر به فدراسیون روسیه به طرف قوه تحصیلش را آغاز نمود. در سال تحصیل حاضر تعداد خواننده‌ها سال به سال زیاد ایستاده است. از اون جمله سال جاری حاضر 106 نفر در روی خط ما خواننده‌های صنف‌های 1 باید قبول کنیم. حاضر در روی خط ما 100 نفر خواننده است. یک چند نفر دیگرشان حاضر از شما التماس می‌کنیم که همون مجدداتون رو پیشنهاد کنیم. همه شمایان را برای عید دانش، عید صلح تبریک تهنیت گفته به شما عمر دراز، صحت، سلامتی، خوشبختی آرزو میکنم. خوشبختی فرزندان شما خوشبختی ما است. خوشبختی خاندان شما خوشبختی همه ما است. من از شما امید کلان دارم پدر و مادران. باید ما همه یکتن شده برای فرزندان خودمان مکتب مؤسسه را آباد کنیم. رحمت. تاجیکستانی زیجان شیرین ترم، تاجیکستانی جوان و دلبرم، مثل طفل دست می‌دارم تو را از سوایت به شیرین مادرم. در حفظ خلق کشور فرزند نامور شو، زین رو بزرگ هستی مثل پدر معلم، در عالم معانی همراه بر معلم. لحظه موسیقی.
خوانندگان عزیز، مهمانان محترم، همه شما رو پیش از همه با این درگاهی علم و معرفت شما آمدید میگویم و همه شما رو به مناسبتی و روز دانش تبریک و مبارک گفتم و شما عمر دراز سر صحت خاطر آرزو. خب در مسئله تحصیلات بیانی بود خیلی که من معلمه گفتم دیگران گفتم. خب سال جاری تمام خوانندگان مکتب ما با آموزگاران اختصاصمند تامین هستند. ما یگان نفر آموزگاران غیر اختصاص نداریم. و 100 نفر خوانندگانی که به صنف یکم آمدند ما به 4 صنف تقسیم کردیم با آنها آموزگاران با تجربه و درس بگویم. خب یک چیز دیگر نمیگم که بحث هایی که مثلا مکتب ما هم مکتب بالا در 2 بست عمل میکنند، هم مکتب پایین در 2 بست عمل میکنند. در مکتب ابتدایی خوانندگان صنفی 1 صنف 3 بست یکم تحصیل میکنند، خوانندگان صنفی 2 صنفی 4 در بست دوم تحصیل میکنند. سارنجه کشیدی معلم با مایان پند و حکمت دادی تعلیم با سارنجه کشیدی معلم همیشه مهربان و جان فدایی برای روزگاری نسل سالم همیشه مهربان و جان فدایی برای روزگاری نسل سالم در این مکتب نباشی به تو خورم
داری تعلیم بسارنجه کشیدی معلم با مایان پند و حکمت داری تعلیم بسارنجه کشیدی معلم همیشه مهربان و جان فدایی برای روزگاری نسل سالم همیشه مهربان و جان فدایی برای روزگاری نسل سالم قسم خوردم با جان تا روز هسته همیشه دوست دارم این وطن را قسم خوردم با جان تا روز هسته همیشه دوست دارم این وطن را با مایان پند و حکمت داری تعلیم بسارنجه کشیدی معلم با مایان پند و حکمت داری تعلیم بسارنجه کشیدی معلم همیشه مهربان